نسیم سؤال دختر از مادرش که سمنو چطور میپزد. ننه جون من سمنو میخواهم، یار شیرین دهنو میخواهم. عاشقم من به لقای سمنو، سر و جانم به فدای سمنو. سمنو خوبتر از جان من است، سمنو شیره دندان من است. من که در مطبخ تو آشپزم، سمنو رو به چه شکلی بپزم؟ ننه جان ارث به اولاد بده، سمنو را تو به من یاد بده. جواب: ای دختر غم دیده من، ای رخت روشنی دیده من. سمنو کار تو تنها نبود، دیگ و اسباب در اینجا نبود. اولا دیگ بزرگی باید، گندم سبز و سترگی باید. جمع باید بکنی مردم را، آب باید بکشی گندم را. ذره خاک نریزد در دیگ، چشم ناپاک نیفتد بر دیگ. جو نبا حایز از آن دور شود، ورنه شیرین نشود شور شود. جمع گردند ز نسوان و نبات، دور دیگ سمنو با صلوات. بنشینند همه صبح به کف، پیش دیگ سمنو صف در صف. هی بخوانند چو شیخ طلبه، کتکات و کتکوت و کتبه. سمنو رخنه به مینو بکشد، ملک اوج فلک بو بکشد. تا که دیگ سمنو جوش کند، عمه و خاله قضی نوش کند. چون بجوشد سمنو وقت سحر، می شود سبزه تر قند و شکر. سبزه بی مزه گردد شیرین، ولی از معجزش گردد شیرین.